تا 30 سالگی باید به اندازه کافی با تجربه باشی که اینها رو درک کنی. برای بیشتر افراد تا 50 سالگی طول میکشه که مورد سوم رو متوجه بشن. 1. به جای تمرکز روی افرادی که ترکت کردند، روی آدم‌هایی تمرکز کن که انتخاب کردند کنارت باشن، اونهایی که موندن و برات احترام قائلن. روی کسایی تمرکز کن که بهت قدرت میدن و زندگیت رو زیبا میکنند. دور تو پر از آدمایی که میدونن توی زندگی خواهانت هستند. هیچ وقت اونا رو بدیهی در نظر نگیر. 2. به آدم‌ها محبت بیش از اندازه نکن چون همه لیاقت محبت تو رو ندارند. به جاش بیش از اندازه سکوت کن چون هر کسی لایق توجه تو نیست. 3. هر تجربه‌ای چه خوب چه بد در نهایت تو رو به جایی که باید باشی میرسونه. از خراب کردن نترس و انتظار موفقیت یک شبه نداشته باش. یادت باشه آدم‌هایی که راه رفتن رو دوست دارن، مسافت بیشتری رو طی می‌کنن نسبت به آدم‌هایی که فقط مقصد رو دوست دارند. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی 100% کامنت کن.